باز می‌بینیم که با فرق از تجهیزاتی به همین مانند این ربات شما اشتراک کردید یعنی از دو اداره میشه با پول میتونید شما مثلا با کار اندازه که مثلا چه خیلی فرمان میکنه یا چه خیلی میبره میتونید نشون تید و این ربات رو در نقد میتواند یک همون مهندسی کلانی که در کی سوهی نقد رو نقض میفهمد میتواند هوای استفاده برد با توسطی چی مراجع سانسون یعنی استفاده برد و ما میتونیم که این رو نشون دهیم چه کار میکنه اول این رو در میگیرونه چطور که ببینید در یک دستش چی دستگاه پرمکنی و دست یکیش دستگاه بریش وصل کرده شده است و این رو به کار می‌برند اول دست اولش رو که فرما میکند چخیل که میبینید یک چند تیخوی برنده داردیم که در درون نقب چی مثلا یک نمود سنگ های هست که اون رو با هر تیخو بریدن ممکن است و این و یک طریق دیگرش که برای انالیز گرفتن خاک استفاده برده می شود و این رو میبینید در دیگر دستش تیغ برنده وصل کرده شدگی و این رو به کار می‌بریم یعنی این میتونه سنگ و این خیلی چیزا سنگ رو برد وقتی که همین ربات کار میکند و در وقتی کارش وقتی که سنگ رو میبرد و در نزدش همون سنگ های بریده سنگ های مهین شده در پیشش که مشکلی رفتی کاری این میشود و میتوانیم که همون سنگ رو با توسط همین کاوشش خاک رو گرفته باز به بیرون برآورم و برای ناز ایستادنش و نجومیدنش یک چند چیزها در اینجا وای کرده شده است که برای نجومیدن همین ربات دامکراتو وای کرده شده یعنی استوار نگاه می‌دارد استوار نگاه می‌دارد خب توسط پول حرکت هم میکنه نه یعنی حرکت